فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. بیننده پرسیدن که چهارشمار اخیرشون 35-38 که اگر زنی نماز نخوانه وظیفه شوهرش چیه؟ ما میدونیم که این اگر بالفرض همین خانومی که در منزل هست و نماز نمیخواند، من از همین بیننده سوال میکنم که اگر همسر شما در منزل شما اومده آشپزی نکند شما چه کار میکنید؟ اگر لباس های شما را نشوید شما چه کار میکنید؟ اگر منزل را جارو نکنه شما چه کاری را انجام میدید؟ آیا همینطوری یعنی بی تفاوت میمونید و مینشینید نظاره‌گر میشید؟ قطعا این گونه نیست. آخرین تلاش خودش رو به کار میبرد تا اینکه مجبور بکند اون خانم را تا اینکه وظایفی رو که عرفی و شرعی هست باید اینها رو انجام بدهد و در این زمینه نماز خواندن یک حکم شرعی هست و یک فریضه شرعی هست و از میان تمام عبادات برای نماز بیشتر یعنی اهمیت قائل شده و روایات بسیار زیاد اومده در حدی که در واقع این مرز کفر و ایمان در واقع بیان شده و از بنابراین این برادر خودمون باید آخرین سعی خودش را به کار ببرد، خودش نصیحت بکند، متوسل بشود به علمایی که وجود دارند، به خانواده این خانم که ایشون نصیحت بکنند، حتی اگر رسیده به جایی هم میتواند این تهدید به طلاقش بکند، گرچه بسیاری از علما معتقد هستند که اصلا نکاح فرد نمازگزار با فردی که نماز نمیخواند اصلا بسته نمیشود، نکاح باطل میشود. یعنی این قضیه تا این اندازه اهمیت دارد و بسیار حساس است. ایشون باید سعی بکنند به هر طریقه ممکنی ایشون رو حتما وادار بکنند که این فریضه شرعی رو انجام بده. بله.